مزار زهرای مرضیه میگه قل یا رسول الله عن صفیت که صبری یا رسول الله دیگه طاقتم تمام شده. منی که اسبر و صابریدم بریدم، اما حزنی پس آمد. حزن من دائمی است، سرمدی است، ابدی است. وای و اما لیلی فمسحر، دیگه شب خواب به چشم نمیاد. با خودم میگم چیکار کردن با زهرا؟ این اعظم المصائب رو باید احیا کرد. اگر کسی احیا نکرد فهو شریک من ظالمه، شریک اوناییست که ظلم کردن.